خب در قسمت یخنا شما متوجه باشین طرف باز همیشه طرف خودتان نباشه، یعنی طرف بسته طرف خودتان باشه، طرف که بسته است طرف خودتان باشه. حالا ما شما اینجا را 3.5 اینچ میگیریم، چقوری یخن ما است 5 اینچ. خب ببینین ما اندازه گرفتیم که 3.5 شد و چقوری یخن میبینید که خط کردیم 5 است، هیچ همچنان 3.5 است، 3.5 اینچ. تمام یخنا به می سیستم قیچی میشه. خب تمام یخنا رو قیچی کردم. اول از یخن گرد براتون تو به ترتیب شروع میکنم. خب در قسمت یخن گرد این قسمت کنج پیدا میکنین به اندازه 1 اینچ و 2 سود، یعنی 1 اینچ و 2 سود که حالا براتون متر که تشریح کردم بزرگ میفهمین. خب این 1 اینچ و 2 سود شد، وزیرم اتو گرد میسازین که دست خط به این شکل، به این شکل ایرام گرد شد. حالا قیچی کنیم یخن ما میشه گرد. خب دوستای قیچی شد به این شکل، این شدم یخن گرد. یخن ما شما جور شد. این اندازه متوسط است، نه کلان است نه خرد. شما ما می رقم یخن بکشین. خب اینی فاصله هاش ببینین، این فاصله اینا رو 2 اینچ میگیرین. خب از این فاصله تا اینجا 2 اینچ بگیرین کافی است. خب قسمت یخن 4 کنج رسیدیم از گرد خلاص شد به 4 کنج. قسمت یخن 4 کنج فقط این قسمت از اینجا تا به اینجا به اندازه نیم اینچ میایین، نیم اینچ. ببینید دوستان این از اینجا فاصله رو گرفتم تا اینجا نیم اینچ شد، خط از زمین نیم اینچ به بالا آوردیم فکس. بعدش از اینجا میایم تا اینجا قیچی میکنیم، از این میاریمش تا اینجا. نه به شکل هم قیچی شد. حالا یخن میبینین به شکل 4 کنج است، به شکل یخن 4 کنج شد، یم تمام شد. طریقه آسان یخن 7 دوستای عزیز، یخن 7 طریقه آسانش همی است که ما شما چون هر خیاطی که کار میخواد بکنه اتو داره، اونم اتوی تبان ازش یخن 7 جور کو به شکل. به این شکل ببینین قسمت یخن 2 قسمت با یک دیگه فکس است، فقط خط کش کنین. این هم یخن 7 توسط اتو. بهترین کارش همی است، هم دو طرف فکس می هم راحت اینو به این شکل که میبینید. خب کنگوره قسمت کنگوره رو گفته بودم که هر رقم دوختی که دلتان است میتونین برتون بکشین، خودش یک یخن است. خودش یک یخن است. خلاصه هر حالتی که شما بتونین میخواین بخواین کنگوره کشیده میتونین. کنگوره یخن دلخواست که طریقش انا براتون گفتم، خودتون میتونین هر آن شکلی که بخواین میتونین بکشین. این اندازه از اینجا تا اینجا 5 است به خاطر کشتی، از اینجا تا اینجا 4 است، از اینجا تا اینجا باز 5 است، این فاصله 4 میشه. یخن کشتی، یخن کشتی یعنی قسم گل شابت. این هم شکل یخن کشتی ما، این هم شد درس یخن ها.